صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدا یکتا و ای قدوس متعال، تو را شکر و سپاس میگوییم که امروز نیز از رحمت و نعمت خود بندگانت را مستفیض ساخته ای. تو را حمد و ثنا میگوییم که خورشید الطاف تو هرگز غروب نمی کند و اگر ما به نزد تو بیاییم گرمای رحمت تو ما را فرو خواهد گرفت. ای مهربان خدا، از تو تمنا می کنیم که ما را از خود خواهی و شک و تردید و هر چیز دیگری که عامل دوری ما از تو می شود برهان و بگذار که امروز بیشتر از دیروز به تو نزدیک تر شویم. تمنا می کنیم که طبیعت و وجود ما را توسط روح قدوس خودت فروگیر تا با قدرت و حکمت آسمانیت عمری را که عطا کرده ای به سر بیاوریم و برای منظور استدعا می کنیم که بصیرت روحانی را به ما عنایت فرما تا بتوانیم امور روحانی را دیده و آن را درک کنیم و با ایمان به سوی تو بیاییم. این تمنا را به نام نامی نور عالم و مظهر حقیقت و راستی و نجات دهنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. همیهنان گرامی و ایمانداران عزیز، سلام بر شما. شادی و فیض خداوند با شما و خانواده‌تون باد و امیدوارم که در عنایت پروردگار روزهای خود را به سر آورده و در شادی و به دور از هر غم و اندوهی زندگی کنید. از اینکه پروردگار مهربان این لطف را در حق ما کرده تا از طریق امواج صوتی با شما باشیم و کلام خدا را به شما یاران عزیز بیان کنیم، نام مقدسش را می‌ستاییم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود و از انجیل مقدس زندگی و تعلیمات عیسی مسیح رو به سمتون میرسونم. به این امید که شما نیز متوجه منجی و نجات دهنده بودن عیسی مسیح شده و متوجه حقانیت کلام خدا بشید و به آن ایمان بیاورید تا صاحب حیات جاودان شوید و اراده خدا را انجام دهید. زیرا فقط و فقط در عیسی مسیح است که بشر میتواند نجات را پیدا کند. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا می‌کنیم و درباره تولد حضرت یحیی و سپس سرود حضرت مریم آیات فصل اول را مطالعه می‌نماییم. در برنامه گذشته پیام فرشته خدا را به مریم مقدس در مورد تولد عیسی مسیح براتون خواندم و دیدیم که فرشته خدا به مریم میگوید که روح خدا بر تو قرار میگیره و توسط قدرت خدا تو که باکره هستی صاحب فرزندی میشوی. مریم مقدس
همانند زکریای نبی به وعده فرشته شک نمی آورد، زیرا مریم ایمان کامل داشت که برای خدا همه چیز امکان دارد و به قول فرشته نزد خدا هیچ چیزی محال نیست. ولی مریم می‌خواهد که بداند که چگونه اوامر خدا در او عملی میشه، زیرا مریم ازدواج نکرده بود، باکره بود. در احادیث آمده است که مریم با رضایت یوسف نذر کرده بود که همیشه باکره بماند و از این رو میل داشت بداند که چگونه صاحب فرزندی خواهد بود وقتی که خود را وقف خدا یکتا کرده است. فرشته خدا میگوید که ای مریم روح القدس بر تو میآید، یعنی روح قدوس خدا تو را فرو میگیره. این روح القدس نه اون روحی که مخلوق خدا باشد، بلکه روحی که با خدا یکی است. این همان روح است که عامل انجام اراده خدا در عالم می باشد. طفل موعود باید به وسیله اقدام مستقیمی از طرف خدا که به وسیله روح القدس کرده می شود به وجود آید، نه اینکه به وسایل معمولی جسمانی، زیرا مقدس به معنی جدا از هر ناپاکی و گناه است. می‌فرماید قوت خدا بر تو خواهد آمد یا تو را فرو خواهد گرفت و از این حضور روحانی خدا مریم پسری خواهد زایید. مولود مقدس یعنی وجود مقدسی که دارد تولید میشه و در آن لحظه مریم حامله می شود. آنچه در آن وقت در رحم او خلق گردید مقدس و عاری از هر گناه بود و چون این امر خلقت تازه‌ای مستقیما از جانب خدا محسوب می شود، بنابراین گناهانی نیز که از آدم به تمام دودمان و خاندان او رسیده به وی به ارث نمی رسد. و می گوید ای مریم این مولود به پسر خدا مسما می شود، یعنی چون این کودک در نتیجه یک عمل روحانی و مستقیم خداست، پس هیچ کس جز خدا پدر او محسوب نمی شود و وی فرزند روحانی و حقیقی خدا می باشد. و دوستان عزیز بایستی یادآور بشم که این ما مسیحیان نبودیم که لقب پسر خدا را به عیسی دادیم، بلکه انبیای قدیم و همچنین جبرائیل و خود خدا یکتا از آسمان و همچنین رسولان عیسی مسیح برای او قائل شدند که البته از روی تجربه رسولان این لقب را به مسیح دادند. مریم مقدس خود را تسلیم خدا می کند و فرشته خدا بدون اینکه مریم استدعایی برای علامت کرده باشد به وی علامتی می دهد که ای مریم خدا به خویش تو یعنی الیسابات که نازا بوده فرزندی عطا کرده. به عبارت دیگر خدا کارهای مافوق الطبیعه را انجام داده و می دهد و این امر از این پس شامل حال تو نیز می شود. وقتی فرشته خدا از حضور مریم می رود، مریم از شهر خودش به سوی کوهستان یهودیه میره تا الیسابات و زکریای نبی را ملاقات کند. به آیات 39 الی 46 فصل اول لوقا توجه فرمایید. میگوید در آن روزها مریم برخاست و به بلدی از کوهستان یهودیه بشتافت و به خانه زکریا درآمد و به الیسابات سلام کرد. و چون الیسابات سلام مریم را شنید، بچه در رحم او به حرکت آمد و الیسابات به روح القدس پر شده به آواز بلند صدا زده گفت تو در میان زنان مبارک هستی و مبارک از ثمره رحم تو و از کجا این به من رسید که مادر خداوند من به نزد من آید، زیرا اینک چون آواز سلام تو گوش زد من شد، بچه از خوشی در رحم من به حرکت آمد و خوشا به حال او که ایمان آورد، زیرا که آنچه از جانب خداوند به وی گفته شد به انجام خواهد رسید. این آیات سخن از عکس العمل الیسابات مادر حضرت یحیای تعمید دهنده است که وقتی که با مریم روبرو می شود. همانطور که می دانید الیسابات که زنی نازا بود و ایام پیری را می گذرانید، به لطف خداوندگار حامله میشه و مادر یحیای تعمید دهنده می شود. او چون از روح خدا پر بود، توسط روح مقدس متوجه لطف و فیض و نعمت خدا به مریم مقدس میشه. مریم از خویشاوندانش بود و با آنکه پیر بود، کتاب مقدس میگوید وقتی مریم را میبیند با شادی فریاد برمی آورد و سرود ستایش را میسراید.
در واقع آنچه که او میگوید سرود حمد و ثنا به درگاه خداست، به خاطر لطفی که هم نسبت به خودش و هم نسبت به مریم مقدس کرده است. الیسابات مانند انبیای سابق در تحت نفوذ روح خدا تکلم می‌نماید. در آیه 42 به مریم میگه که ای مریم، تو در میان زنان متبارک هستی، یعنی تو متبارک ترین زنان هستی. الیسابات توسط روح خدا آگاهی می‌یابد که مریم حامله است. آیه 43 الیسابات را مریم را مادر من خطاب میکنه. الیسابات میگه مریم تو مادر خداوند من هستی. حالا باید گفت که روح القدس به طور عجیبی فکر و دل الیسابات را روشن ساخته بود که مسیح موعود کیه. زیرا او متوجه شد که طفلی که در رحم مریم قرار دارد خداوند اوست. میگوید که او خداوند من است. در آیه 44 می‌بینیم که الیسابات خیال میکنه که حتی طفل تولد نیافته خودش یعنی یحیی نیز وقتی که مریم با او سلام میکنه در شادی ملاقات آن مادر متبارک شریکه. زیرا میگوید بچه در رحم من از خوشی به حرکت درآمد. دوستان این اولین سرود ستایش در انجیل مقدس می باشد که در واقع دعاست و ستایش. الیسابات خدا را شکر سپاس میکنه که مریم به نزد او آمده و اینکه او از کلمه خدا لبریز است. وقتی مریم الیسابات را میبینه، وقتی سرود ستایش او را میشنود، او نیز در روح در شادی و سرود ستایش شریک میشه و خداوند را به خاطر لطفی که نسبت به او کرده، به خاطر فیضی که به او بخشیده که مادر نجات دهنده جهان باشد حمد و ثنا میگوید. سرود مریم دومین سرود ستایش در انجیل است که از آیه 46 الی 56 آمده و اجازه میخوام که براتون قرائت کنم. مریم میگوید جان من خداوند را تمجید میکند، جان من خداوند را تمجید میکند و روح من به رهاننده من خدا به وجد میآید، زیرا که بر حقارت کنیز خود نظر افکند. زیرا از اکنون تمامی طبقات مرا خوشحال خواهند خواند، زیرا آن قادر به من کارهای عظیم کرده و نام او قدوس است و رحمت او نسلا بعد نسل است بر آنانی که از او میترسند. به بازوی خود قدرت را ظاهر فرمود و متکبران را به خیال دل ایشان پراکنده ساخت. جباران را از تختها به زیر افکند و فروتنان را سرافراز گردانید و گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر فرمود و دولتمندان را تهیدست رد نمود. بنده خود اسرائیل را یاری کرد به یادگاری رحمانیت خیش، چنان که به اجداد ما گفته بود، به ابراهیم و به ذریت او تا عبدالآباد. و مریم قریب به 3 ماه نزد الیسابات ماند و پس از آن به خانه خود مراجعت نمود. به زبان ساده تر مریم در سرود ستایش خودش میگوید که خداوندا ستایش قلبم را پذیرا باش. من قاصرم و نمیدانم با چه کلماتی از تو ای خدا ستایش کنم، زیرا نجات دهندم تو ای خدا به من شادی عظیمی بخشیده ای. میگوید چون به من ناچیز و حقیر توجه فرمودی و از این پس مردم هر نسلی نام مرا به نیکی یاد خواهند کرد، زیرا خدای پاک و توانا در حق من کارهای بس بزرگی کرده است. لطف و مهربانی خدا پشت در پشت برای کسانی است که به خدا احترام می‌گذارند. و سپس می‌فرماید چقدر قدرت خدا عظیم است. او اشخاص مغرور و متکبران را مثل کاه پراکنده می‌کنه. سلاطین را از تخت سلطنت به زیر انداخته و فروتنان را سرافراز کرده است. دلهایی که گرسنه و تشنه هستند را سیر کرده، ولی ثروتمندان را دست خالی پس فرستاده است. او قول داده بود بخشنده باشد و این را از یاد نبرده است. چرا؟ چون به جد ما ابراهیم و فرزندان او قول داد که برای همیشه نسبت به ایشان بخشنده و مهربان باشد. دوستان عزیز، این سرود ستایش که مریم به هدایت روح القدس سرایید چندین قرن است که در مجالس عبادت اجتماعی در تمام عالم به کار برده می شود و می سرایند.
این سرود به ما نشان می‌دهد که مریم جوان چه زن روحانی و خداپرستی بوده و عقیده او نسبت به وضعیت ملکوت خدا چقدر شریف و نیکو و مقدس است. در آیه 47 میگوید که نجات دهندم خدا تنها نجات دهنده است و چون خدا خیشتن را در مسیح آشکار می‌کند پس مسیح خداست، بنابراین می‌توانیم او را نجات دهنده بخوانیم. در آیه 48 میگوید که جمیع نسل‌ها از او برکت می‌یابند. ببینید دوستان عزیز، این دوشیزه ناصری چه ایمان عظیمی داشت که معتقد میشه به واسطه فرزندی که خدا به وی وعده داده است تمام نسل‌ها او را مبارک خواهند خواند و چقدر پیشگویی او به طور بسیار عجیبی انجام یافته، زیرا نه تنها مسیحیان بلکه همه مردم مذاهب دیگر نیز مریم را متبارک و زن مقدس و پاکترین زن عالم خطاب می‌کنند. در آیه 49 و 50 به بعضی از صفات خدا اشاره می‌کند. میگوید خدا قادر مطلق است، خدا خدای قدوسه، خدا خدای رحیم است. و در آیه 50 به ما نصیحتی می‌دهد و میگوید آنانی که از او میترسند لطف خدا را شامل حال خودشون کردند. در اینجا ترس از خدا به معنی احترام و اطاعت نسبت به اوست. میگوید آنانی که احترام واقعی و ادب و اطاعت را به خدا دارند آنان موفق میشوند. آیه 51 میگوید به بازوی خود یعنی به قدرت خودش خداوند مردم را میرهاند. مریم مقدس آتیه را در نظر آورده و مثل اینکه این وقایع براش واقع شده باشه، در رویات اینو دیده باشه، راجع به اعمال عجیبی که خدا میخواست به وسیله عیسی فرزندش انجام بدهد صحبت میکنه. در حقیقت مریم نبوت مینماید، میگوید متکبران را نابود میکند، خدا مغروران را خورد میکند ولی حلیمان و فروتنان را ظفر خواهد بخشید. و به قول مسیح خوشا به حال حلیمان و فروتنان زیرا ملکوت خدا از آن ایشان خواهد بود. و در آیه 52 میگوید سروران نابود میشوند ولی فروتنان سرافراز میشوند. هرودیوس و تمام پادشاهان آن زمان بسیار اشخاص معروف بودند، بسیار پرقدرت بودند، بسیار پولدار بودند، ثروتمند بودند، ولی دوستان عزیز به مرور زمان رفتن، نابود شدن و حتی اسمشون هم از بین رفته. ولی مریم آن دختر ناصری چقدر فروتن بود، هیچ معروف نبود، یک دختر شهرستانی حساب میشد به اصطلاح خودمون، نامش جاودانه باقی مانده. و یا شمعون پتروس که یک ماهیگیر ساده بود، هنوز نامش جاودان است. و بسیاری از مردم فروتن دیگر که میبینیم این افراد فروتن در قلوب تمامی مردمان مؤمن دنیا امروز زنده‌اند و محلی عالی و مقامی والا در زندگی افراد دارند، ولی آنان که متکبر بودند نامشون از بین رفته. در آیه 55 وقتی میگوید که به پدران ما تکلم کرد، این تکلم اشاره به وعده‌های عظیمی است که خدا به ابراهیم و اسحاق و یعقوب داده بود و نشان میداد که این وعده‌های خدا تا ابدالآباد پایداره و عطوفت و لطف خدا نسبت به ابراهیم و نسل او همیشه برقرار خواهد بود. در آیه 56 میگوید که مریم 3 ماه در نزد الیسابات باقی میماند، یعنی به احتمال زیاد شاهد تولد حضرت یحیای تمید دهنده نیز بود، زیرا که او فرزند معجزه محسوب میشد. و بایستی بدانیم که مریم در 6 ماه بعد از اینکه فرشته خدا به الیسابات اعلام کرد که صاحب بچه میشه، حامله میشه. بعد 3 ماه اونجا بمونه، بنابراین یحیی در حدود 9 ماهه در شکم مادرش بوده. حالا آیات 57 الی 80 درباره تولد یحیای تمید دهنده است که توجهتون رو به آیات جلب میکنه. میفرماید اما چون الیسابات را وقت وضع حمل رسید، پسری بزاد و همسایگان و خیشان او چون شنیدند که خداوند رحمت عظیمی بر وی کرده است با وی شادی کردند. مقصود از زمان یعنی 9 ماه بعد از حامله شدنش. وقتی همسایگان شنیدن الیسابات حامله است و پسری به دنیا آورده، خیلی خوشحال میشن. فراموش نکنید که الیسابات قبلا خودشو از قوم خیشاش پنهان نگاه داشته بود. چرا؟ چون نمیخواست زبان زد و مسخره مردم بشه، چون
پیر بود و حالا حامله شده بود. احتمال می رود که تا موقع تولد طفل آنان از شادی و لطف خدا به الیسابات و زکریا بیخبر بودند. یعنی قوم خویشاشون نمیدونستن که الیسابات حامل است، ولی وقتی اطلاع یافتند خدا را شکر کردند. میگوید و واقع شد در روز 8 چون برای ختنه طفل آمدند که نام پدرش زکریا را بر او می نهادند. اما مادرش ملتفت شده گفت نه، بلکه نام او یحیی باشد. به وی گفتند از قبیله تو هیچ کس این اسم را ندارد. پس به پدرش اشاره کردند که او را چه نام خواهی گذاشت. او تخته خواست و بنوشت که نام او یحیی است و همه متعجب شدند. در ساعت دهان زکریا بازگشته و به حمد خدا متکلم شد. حالا در این آیات که صحبت از تولد حضرت یحیی تمیدهنده است، می‌بینیم که در روز 8 تولدش مطابق رسم و شریعت یهود حضرت یحیی ختنه میشه. حالا ختنه شدن نشان عهدی بود که خدا با ابراهیم و نسل‌هایش بسته بود. خدا به ابراهیم گفته بود که به وسیله ذریت او تمام اهل عالم برکت و نجات را خواهند یافت و ختنه علامت و مهر و یا سمبل آن عهد و پیمان مقرر شده بود. از این رو هر کسی که ختنه را قبول میکرد بدین وسیله اقرار میکرد که خدا وعده خود را انجام داده و به خدا یکتا ایمان داره و نجات دهنده را از میان فرزندان ابراهیم و اسحاق خواهد یافت. حالا بالاخره وقتی خداوند وعده خود را انجام داد و عیسی را برای نجات جهانیان فرستاد، دیگر عمل ختنه واجب و اجباری نبود و به منزله قبضی شد که وجه آن پرداخت شده و دیگر از درجه اعتبار ساقط است. عیسی به جای ختنه آیین تعمید را به پیروان خود نشان داد که برای ذکور و اناث هر دو قابل اجرا باشد و بهتر از ختنه معنی پاک شدن را میرساند. زیرا از یک سو عمل ختنه نشان پاکی بود، ولی غسل تعمید یک معنی کاملتری از نظر پاک شدن دارد. و شاید البته دوستان عزیز فهم این موضوع برای بعضی‌ها ثقیل باشه که بگویند خب اگر ختنه انجام نشود در واقع یکی از فرامین خدا شکسته شده و در نتیجه بشر ناخلف بوده و برخلاف اراده خدا رفتار کرده است. ولی دوستان عزیز اگر به علت دقت کنید اگر به علت عطا شدن امر ختنه توجه داشته باشیم و بدانیم که فقط سمبل و علامت انجام وعده هاست و وعده ها انجام پذیرفته شده باشند و اینکه عمل ختنه هیچ نقشی در نجات ما انسان ها ایفا نمی کند، آن وقت بهتر علت تعلیمات کلام خدا را درک خواهیم کرد. حالا رسم بر این بود که وقتی کودک به دنیا بیاد اسم روی اون نمیگذاشتن تا لااقل 8 روز میگذشت. اقوام برای ختنه سوران و شادی در نامگذاری کودک در منزل زکریا و الیسابات جمع شده بودند. همه میگن که اسم این کودک را باید زکریا بگذاریم، اما الیسابات مادرش میگه که نه، اسم این کودک باید یحیی باشه. فامیلا میگن که چرا این اسم عجیبی رو میخوای روی کودک بذاری؟ میگوین هیچ کس از فامیلای ما همچی اسمی رو نداره. سرانجام میان از زکریا میپرسن که ای زکریا چه اسمی را روی این کودک میخوای بذاری؟ زکریا که نمیتوانست حرفی بزند، پس چوبی رو طلب میکنه، تخته‌ای رو طلب میکنه و شروع میکنه روی آن بنویسد. این لوح چوبی که با موم پوشیده بود برای نوشتن به کار می‌برد و روی آن توسط قلم آهنی به کار می‌برد استفاده می‌کردن. زکریا روی لوحه می‌نویسد که اسم این کودک باید یحیی باشد. چرا؟ چون دوستان عزیز فرشته خدا قبل از تولد یحیی حتی اسم او را به زکریا داده بود، ولی البته خویشان او این را نمی‌دانستند. به محض اینکه زکریا اسم کودک را روی لوحه می‌نویسد، خداوند کر و لالی او را از بین میبرد و سلامتی خود را باز می‌یابد و اولین کاری که میکنه شروع به ستایش و پرستش خدا مینماید که در واقع سرود سومی است که در انجیل مقدس ثبت شده است. بر اثر این معجزه خوف عظیمی بر همه مستولی میشه. مقصود از خوف و ترس در اینجا تولید احترامی است که در مقابل این معجزه عجیب بر مردم نسبت به خدا در قلب‌ها به وجود می‌آید و آوازه این معجزه در همه کوهستان یهودیه شهرت پیدا می‌کنه. یعنی تا مدت طولانی اطرافیان و سکنه دهات‌های مجاور راجع به تولد عجیب یحیی و معجزه شفای زکریای نبی گفتگو می‌کردند و وامانده بودند که عاقبت این امر چه خواهد شد، که عاقبت یحیی تمیدهنده چگونه خواهد بود
زیرا آنها دریافتند که در زندگی یحیی اتفاقهای بسیار عجیبی به وقوع پیوسته قدرت خدا را دیده بودند و متوجه شده بودند که یحیی در دنیا برای کارهای برجسته برگزیده شده است و دانستند که او کارهای بزرگ و شایان توجهی خواهد کرد. البته شاید بعضی حتی تصور کنند که ممکن است که او مسیح موعود باشه، زیرا متوجه شدند که توسط معجزه آسمانی تولد شده است. اونا دست خدا را به همراه یحیی دیده بودند، ولی همونطور که بعداً ملاحظه می‌کنیم یحیی نه مسیح بلکه پیشرو عیسی مسیح بوده، همونطور که کلام خدا اعلام کرده بود که یحیی خواهد آمد تا راه را برای عیسی مسیح آماده کنه، مردم را آماده کنه که عیسی مسیح میآید تا برن و مسیح رو بپذیرن و از او پیروی کنن و زندگیشون مطابق کلام خدا بشه. دوستان عزیز، خیلی جالبه وقتی که زکریا اسم بچه رو می‌نویسه، وقتی که سلامتی خودش رو به دست میاره، باز میابه، اولین کاری که میکنه خدا را حمد و ثنا میگوید. راستی عزیزان، امروز ما از سلامتی کامل بیشترمون بهره مند هستیم. هر روز که از خواب بیدار میشیم و احساس میکنیم که خداوند روز تازه به ما عطا کرده، اولین کارمون چیه؟ چقدر خوبه که خدا را به خاطر هر روزی که به ما عطا میکنه شکر کنیم. چقدر خوبه که نام مقدسش را همیشه بستاییم، همیشه شکرگزار باشیم و نسبت به کلامش مطیع باشیم و پیرو کلام راستی و حقیقت او باشیم. با امید خدا در برنامه آینده در مورد نحوه تولد عیسی مسیح با شما عزیزان از انجیل مقدس صحبت خواهیم کرد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادرتون کشیش رضا مسعودی شما را به خدا یکتا میسپارم. حق نگهدارتان باد. ماراناتا، یعنی مسیح دوباره به زودی برمیگردد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.